تو این ویدیو قرار عجیب ترین و خفن ترین موبایل دنیا رو با هم دیگه آنباکس کنیم. ببین کوالیتی کار باید بالا باشه. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من علی شدم و خوش اومدین به این ویدیو. اگه اینستاگرام من داشته باشین یه دونه استوری گذاشتم و بهتون گفتم که یه گوشی خیلی خفن دارم میخرم و الان اومدم آنباکسش رو با هم دیگه انجام بدیم. گوشی که خریدم این نیست، اینم نیست، اینم نیست، این گوشی که خریدم هم نیست، اینم نیست و اینم نیست. گوشی که من خریدم اینم نیست. تو صورتتون. خب آقا این همه گوشی که اینا رو پیدا میشیم اوکی. گوشی که من خریدم عجیب ترین گوشی دنیاه. اگه این ویدیو رو تا آخر نگاه کنی متوجه میشی که من چرا میگم عجیب ترین موبایل، چون واقعا خیلی عجیبه. پس ویدیو رو حتما تا آخرش نگاه کن تا شلی چاخ دروغ نمیگه. خفه شو بابا. آقا گوشی که من خریدم نوکیا 106. خب بچه‌ها ببینید این گوشی که خریده بودم، نه جدی همین گوشی نوکیا 106 که گوشی واقعا عجیب غریبیه. قبل از اینکه بریم سراغ آنباکسینگ بچه‌ها حتما این ویدیو رو لایک کنید و کامنت ها بنویسید بازم از این آنباکس بذار، ولی حتما ویدیو رو تا آخر نگاه کن بعد کامنت رو بذار، چون این آنباکس عجیب ترین آنباکسیه که فکر کنم تو یوتیوب داره آپلود میشه. و کانالمون هم حتما سابسکرایب کن، زنگوله رو روشن کن تا هر وقت ویدیو آپلود کردم زود مطلع بشی و لیتس گو. و بچه‌ها اتاقم هنوز در حال تعمیره، از اونجایی که داشلی باخ نمیده ویدیو اومده رکورد میکنه. قیمتش بالای 80 میلیونه. آقا گوشی رو در میاریم. برای روشن کردن این گوشی بچه‌ها شما باید انگشتتون رو به مدت 30 ثانیه روی این قسمت نگه دارین که گوشی انگشت شما رو تشخیص بده و بدون صاحبشیه از اون به بعد با اون قابلیت روشن بشه. خب بچه گوشیمون روشن شد که فقط نمیدونم چرا لوگوی اپل رو میاره، چون میگم این گوشی خیلی گوشی عجیبیه. خب بچه کلی بازی خفن داره که وارزون هم توش داره، وارزون، فورتنایت، جی تی ای وی آی که جی تی ای وی آی اصلا نیومده ولی توی این گوشی شما میتونید بازی کنین. همه اینا رو تا آخر ویدیو میریم بازی می‌کنیم. قابلیت‌های خفنی که این گوشی داره بچه چرا قوه خیلی عجیب غریبی داره، بلندگویی خیلی قوی داره. الان یه لحظه بیام فقط چرا قوهشو بهتون نشون بدم، واقعا میفهمین که چقدر گوشی خفنیه. الان برای مثال بچه ببینین این جلومون یه دونه دیوار خیلی ساده است این پشت و وقتی اینو بچه روشن کنیم یه همچین نوری میده. خیلی نورش خوبه حاجی، خیلی خوبه. اصلا روشن میکنی آقا کل اتاق روشن میکنه، میگی نه نگاه. میبینی یه قابلیت داری که یوتیوب هم باهاش میتونیم بریم ویدیوهای داشتلی رو ببینید، خیلی خفنه. اصلا یوتیوب بره آقا، کدوم گوشی نوکیا دیدی که یوتیوب بره؟ خیلی خفنه. آقا یه قابلیت خفنه دیگه که این داره میدونی چه بلندگوی این گوشیه. الان یه دونه آهنگ واسهتون پلی کنم، فقط مواظب باشین که صداش خیلی خیلی بلنده. 1 2 3. قابلیت بعدی گوشی آیفون رو دیدین که یه دستور صوتی داره که آیفون که سری بود اسمش، مثلا میگی سری زنگ بزن به فلانی، اینم این قابلیت رو داره و سری هم داخل گوشیش داره. فقط اینجا رو بچه‌ها نگاه کنین. الان من میخوام زنگ بزنم به داشلی. داشلی که خودم. اوکی هی سری کال داشلی. اوکی اشکام. ببینیم گوشیمون زنگ میخوره یا نه. داشت سری بهمون زنگ میزنه یا نه. زنگ خورد. بچه‌ها دوربین این گوشی خیلی دوربین خفنیه و یه قابلیت عجیبی که داره، باید شما لوگو اینو فشار بدین تا دوربینای این گوشی ظاهر بشن. خیلی دوربین قوی و خفنی داره. خب بچه‌ها برای مثال بیام یه دونه اینو بذارم روی این میز تو دوربین دیده نمیشه. جعبهشو بذارم روی میز یه دونه عکس بگیرم و کیفیتش رو شما ببینید. واقعا دوربین خیلی خفن داره. دوربینش 590 مگاپیکسله که هیچ جای دنیا ندیدین همچین دوربینیو. خب حالا برم بچه‌ها یه دونه از این عکس بگیرم. بگو سیب. این الان گوشی قدیمی خودمه و این گوشی جدید خفنیه که خریدم. وقتی اینو نزدیک این بکنم میبینین که داره شارژ میشه. یعنی چی؟ یعنی از باتری گوشی قدیم داره میکشه. نه یعنی داره شارژش رو میکشه که خیلی قابلیت خفنیه. شما تو هر مهمونی و جایی رفتین میتونین اینجور شارژ بقیه رو بکشین، شارژ بقیه رو بگیرین و بر خودتون کنین. بچه‌ها یادم رفت می‌خواستم بازیاشو بهتون نشون بدم. حالا بریم یکم وارزون بازی کنیم. خب بچه‌ها حالا با خودتون سوال میپرسین که این دوگیمه داره همچین زیاد خوب نمیشه که باشه وارزون بازی کرد. شما میتونین یک عدد موس و یک عدد کیبورد داشته باشین که شما این دوتا رو میذارین، جعبه گوشی رو به این شکل میذارین و گوشی هم به این تکیه میدین و موس کیبوردتون میتونین به صورت وایرلس بهش وصل کنین، وای فای داره و بریم یکم باهاش وارزون
وارزون بازی کنیم. اگه میبینید صفحش واسهتون کوچیکه، شما میتونید اصلا گوشی رو به این شکل بذارین روی میز و اینطوری صفحش رو بزرگ بکنین که مثل یک پروژکتور میشه و خیلی خفنه. آقا لیتس گو که مچمون شروع شد. پشمام بزن. داشلی ببین کیل میگیره. داشلی سلطان وارزونه ها. خدایی شما دوست ندارین یه دونه از این گوشی داشته باشین؟ اگه دوست دارین حتما تو کامنت بنویسید داشلی یه دونه از این گوشی رو به ما بده. میفرستم جلوی درتون رو میزنم، میگن آقا بفرمو گوشی به این خفنی، برو حالشو ببر. چون این گوشی ضد شهاب سنگ، ضد مواد مذاب، یعنی یه شهاب سنگ به سمتتون اومد اینو جلوش بگیرین، شهاب سنگ بهش میخوره، هیچ اتفاقی نمیفته. اینکه اگه مواد مذابی روی این بریزین هیچ اتفاقی روش نمیفته. و بچه‌ها خفن ترین قابلیتی که این گوشی داره، شما میتونید با این گوشی پول چاپ کنین، هر پولی که دلتون میخواد. برای مثال بچه‌ها مثلا من میرم اینجا یه برنامه داره به اسم چاپ پول، میرم داخل برنامه‌اش و اسم واحد پولی که میخوام رو انتخاب میکنم، دکمه رو میزنید چاپ میکنه. از کجا چاپ میکنه؟ از این قسمت پشت. وقتی بچه‌ها شما گوشی رو به صورت افقی گرفتین، یک دکمه‌ش رو فشار میدین که پول رو چاپ کنه و به این شکل شما میبینین که پول رو داره از پشتش چاپ میکنه و میده بیرون. الان من یک دلاری چاپ کردم، $1 قدیمی هم هست. یه $1 چاپ کردم و این از $1. حالا بچه بریم پول ترکیه چی بود؟ لیر بود دیگه. بریم یه دونه لیر چاپ کنیم. بچه لیر هم دقیقا به همون شکل شما دکمه رو فشار میدین و قیمت رو که وارد کردین دست پشت میبرین و به این شکل 500 لیری چاپ میکنی. البته این 500 تک تومنه. یه 500 لیری چاپ میکنیم. آقا آخرین پول اونم بذار چی بزنیم؟ از کشورهای نزدیک، مثلا عراق پولش چیه؟ دینار بود دیگه. بریم یه دونه دینار چاپ کنیم ببینیم چه شکلیه. دوباره بچه گوشی رو به صورت افقی میگیریم و دکمه‌شو میزنیم، پولمون رو چاپ میکنه و دینار. و با این گوشی شما میتونی هر پولی که عشقتون بکشه چاپ کنین و پول دار بشین و پول گوشی هم فکر کنم توی 1 ماه یا اصلا 1 هفته میتونین در بیارین. بچه حالا از نزدیک ببینین، نگیم پول تقلبیه، $1 واقعی بهمون داد. بچه اگه بشینین خوب قشنگ وقت بذارین و پول چاپ کنین، میتونین یه $100 چاپ کنین و یه €1000 که الان من چاپ کردم و فردا میرم اینا رو هم خرجش میکنم. بچه قابلیت بعدی این گوشی اینه که شما میتونین مثل یه هکر زندگی کنین و به هر دوربینی که دوست دارین وصل بشین، چه دوربین خیابون باشه چه دوربینی یه گوشی. مثلا الان میزنم به نزدیکترین گوشی وصل که مثلا الان نزدیکترین گوشی هر جا هست دوربینش به اون دوربین وصل بشه. فوش سلام، به گوشی خودم وصل شد. و بچه این گوشی به هر چیزی که با ریموت کار کنه وصل میشه و شما میتونید کنترلش کنید. مثلا الان من بزنم این نور رو خاموش کرد، روشن کرد دوربینو، دوربین خاموش شد، دوربین روشن شد، اوکی. یا مثلا میتونم بزنم میکروفون رو قطع کنم. الان صدامو دارین؟ داشتین. خب و بچه قابلیت دیگه شما میتونید با این گوشی صداتون رو تغییر بدین. الان من بزنم صدامو ضبط کنه، مثلا چه کلمه‌ای بگم، همون اینتروی ویدیو بگم. سلام بچه، حالتون چطوره؟ من علیشات هستم. خب حالا بریم بزنیم صدا عوض شه. سلام بچه، حالتون چطوره؟ من علیشات. نه سلام بچه، حالتون چطوره؟ این دیگه خیلی زایه است. سلام بچه، حالتون چطوره؟ من این جالبه. میتونه اکو دارم بکنه؟ سلام بچه، حالتون چطوره؟ من علیشات هستم. چقدر خفنه بابا، بنازم. اینکه بچه اگه میبینیم صدای من داره اکو میشه، اتاقمو دارم تعمیر میکنم و روم تور جدید داریم. اگه روم تور قبلی هم ندیدین لینکش این بالا یا این بالا میاد، عکسش هم این بغل. چقدر خوب آدم سر پا ویدیو بگیره. ببین آزادی، هر جا که بخوای میتونی. این گرد خاکی بود لاش. و اینکه به زودی روم تور جدید داریم. من زنگوله رو روشن کنم، ویدیوهای خفن داریم. ما ببین یه چیز میگم، یه چیز میشنوید، از دستشون نده. و بچه‌ها اینم بود از آنباکس این گوشی نوکیا 106 که خفن ترین گوشی دنیاست. اگه دوست دارین بخرین حتما توی کامنت بنویسین داشلی یه دونه از این گوشی‌ها به ما بخر، میخرم و جلدتون میفرستم. و بچه جدا از شد که اگه این ویدیو آنباکس رو دوست داشتین حتما توی کامنت ها یه دونه قلب واسم بذارین. من این آنباکس رو فقط گرفتم واسه اینکه یکم با هم دیگه بخندیم. یه ویدیو